یکی از شیوه های حقه بازی آخوندا همون ضرب المثل آیدزد هست. یعنی همون دزده که وقتی دید اوضاع خیلی پسه شروع کرد جلو دویدن و داد زدن که آیدزدو بگیرید که دیگه کسی به خودش شک نکنه. البته خب آخوندا مدارها بالاتر از این کار میکنن. در هر جای دنیا که یه فتنه فسادی به پا میکنن، یعنی تقریبا همه جای دنیا، خودشون شروع میکنن به هوچیگری و قیل و قال. نه که محدودیت یا فیلتری هم به اسم شرم و حیا و این چیزا تو کارشون نیست، بنابراین تا دینش میرن. مثلا بعد از وقوع حادثه تلخ منا در ایام حج، در حالی که از گوشه کنار دنیا بحث نقش آخوندها در وقوع این فاجعه مطرح میشد، یه باره شروع کردن به جیغ و داد و آی بگیر و آی تحقیق کن و اینها. در حالی که تحقیقات حول علت این فاجعه در جریان هست، این فیلم شاید سرنخ خوبی به دست بده برای اهل تحقیق. فیلم مربوط هست به یکی از وراجی‌های پاسدار قاسمی که خودش به اینا میگه سخنرانی، درست چند روز قبل از وقوع فاجعه. براءت از مشرکین که جزو واجبات حج. به دروغ این شیخ پشمکا نیان بگن که آقا براءت از مشرکین یه چیزی امام از خودش در آورد. ما قبلا این همه حج میرفتیم، براءتی در کار نبود. او از زمان شاه، قبل از شاه، این همه سال. آقای خمینی تو در آوردی این رو. حجی که درش براءت از مشرکین اتفاق نیفته، این حج نیست. قابل توجه کسایی که خاصه پیرو تبعیت کردن از امام و امام حی حضرت سید علی خامنه ای، امام و ولی فقیه شیعیان جهان است. حجی که درش فریاد نزنی الموت لآمریکا، الموت للآل یهود، این رو با صدای رسا در حج فریاد نزنی، حج نیست. این سخنرانی چند روز قبل از فاجعه حج امسال خب خیلی گویاست. تو یه قسمت دیگه از صحبت‌هاش از قول امام دجالش میگه باید به حساب عربستان برسیم و بعد هم همه رئیس جمهورهای قبلی نظام رو شلاق‌کش میکنه که چرا عرضه نداشتن و تا حالا موفق نشدن. حکومت آل سعود این وهابی های پست بیخبر از خدا به سان خنجرند. حاج آقا خاطره برای تو داره میگه که همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفتن و در موقع مناسب به حساب آنان خواهیم رسید. حاج آقای خاطره و دار و دسته از صدر تا ذیل به حساب آنان خواهیم رسید. یعنی چی؟ یعنی مثل دوره خاتمی که رفتید چیزلیس اینا شدید، یا حتی دوره احمدی نژاد که بازم رفتید شیخ و بغل کردی، یا شیخ شیمبلونی یحلونی علی شیشلیکی و جماعت و علی درپید بغل کردی، گفتیم آقا شما دیگه چرا؟ گفتند که سیاسته. ای مرج بر این سیاست. ورج ووجای پاسدار قاسمی مفصل‌تر از این حرف هست که بتونیم توی یه برنامه در این فرصت کوتاه به همشون بپردازیم. بنابراین اجالتا به عنوان نمونه این رو خدمتتون ارائه بکنیم تا در فرصت‌های بعدی مفصل‌تر بهش بپردازیم.